این مرد 65 ساله که غلام سخی نام دارد از مدت 20 سال بدین سو در قریه زدرانی ولسوالی چهاردره ولایت کندوز زندگی میکند که در اصل از ولایت کنر به این محل مهاجرت کرده است. وی میگوید که در مدت 48 سال گذشته بیش از 2000 گشتم را که از نوع خزندگان میباشد خورده است. وی با حضور چندین نفر از اهالی منطقه همزمان 3 عدد گشتم را بلعید که به گفته خودش در یک روز بیش از 50 عدد گشتم را هم بلعیده که خوردن گشتم به یک نوع غذای دائمی وی تبدیل گردیده است. وی میگوید که پس از خوردن عدد گشتم مزه تلخی را احساس نبوده هم و هیچ گونه تاثیر منفی را بالای جسم وی تاکنون نگذاشته است. غلام سخی مدعی شد که وی در این مدت مریض نگردیده و حتی یک بار نزد دکتر مراجعه نکرده و یک قرص دوا را هم نخورده است. وی گفت علاوه بر این با نوع ادویه یونانی که از علوفه کوهی و از چکیده گشتم ساخته می شود چندین نفر را که مبتلا به بیماری پیس گردیده بودند مداوا نموده است. کلیپ گفتن است که این مرد تنها زندگی می کند و از شغل دریوری و گلکاری امرار معاش می نماید. با گفته خودش در موقع تفریح گاهی با نواختن دوتار خود را سرگرم می سازد. محمد قاسم نصراللهی، تلویزیون آریانا، ولایت کندوز.